خسته نباشی احمد جان. حسن آقا سلام. سلام. سلام رضا جان. برای خودت پیغام نداری؟ یه 2 هفته دیگه میشینیم دود میگیریم. خیلی گرمه. خیلی گرمه. اینجا یه خود خنک شده. اینجا اتفاق گلگان. که من الان دریا کولاکه باد شدید میزنه تو اسکله. قهوه خونه داره باد میبره آب میبره. هوا دارم sono vestiti dopo debite spormati در بگنسکا توفی هدفین کرایه قایق 3500 تومان. ها ببینم اون بالا قایقا اینجاست. بریم قایق سواری. قایقا اینجاست. الان تعطیل جزیره کدومه؟ شیراز. خب دیگه باد عجیبی میاد. بندر ترکمن هستیم. باد هم پنسه ganska skånigt. Det finns säkert ljus. Här i den just خیلی خالیه. الان توی بندر ترکمن هستیم. بچه‌ها میران. الان این سقف‌ها داره تکون می‌خوره داره در میاد. دو تا تو آبن اونجا. دو نفر تو آب بازی میکنن. اونا 3-4. به اون میگن موچکن. اون سنگاری که چیدن موچکن. دریا کولاکی
سلام. سلام به خدا. عکس کدومو بگیرن؟ اینجا اول حاج طاهر. اینجا به به تختیه. دوستش دارم، علاقه‌مندم، عاشق اون کارم، انگیزه پیدا می‌کنم این کارو انجام بدم. ولی این باعث میشه اینجا وقتی که علاقه‌مندم که این کارو انجام بدم باعث میشه این یه کار دیگه، یعنی سرعتگیر و مانعی که برای ورود معتاد به محل کسب ممنوع میشه. دایره نظارت در اماکن عمومی ترکمن. پس بریم دیگه ما. هزینه چلو اوزون برون 3 و 900 2 900. چلو کباب ماهی سفید تمام میشه، نهاری تمام میشه. اینا ها خوشگله ها. کی؟ اینم تیم استقلال. استقلال قدیمه این؟ 2002. اینا هم بگیرم. آخونه کلانه. تابلو چه قشنگی رضا. بچه‌ها الان داریم وارد کنگرا میشیم. کنگرا بعدش جنگل گلستان. چند ثانیه بعد میگیریم. اینجا اتفاقات اسمش چیه خوبه؟ جنگل گلستان. کوپه‌داغ. یه 15 کیلومتر تا جنگل گلستان مونده. یه روز دوستان نبرده. الان این کوه‌ها رو که رد می‌کنیم اون بالا الان بارونه. جان حالت چطوره؟ همه چی خوبه؟ مرسی. یاد خاطره. حسن چطوری؟ من خوبم. اوکی. احمد هم خوبه دیگه. پشت ماشین میشینه. چاکرم. تمام راهو از تهران تا الان اینجا آوردم. لباسداره هرچی غذا رو بیشتر دوست داری احمد ها؟ الان روزا پیران داره دیگه. کدوم ها؟ هر دو
من داشتم. برای 4 تا 5 تا علی جان نخواد عکس درس تشت بسمانه اما میخواد چارشونه بیاد راسته سلام بفرستین. یه عکس از بابام آره گرفتم. پیغامی نداری برای ولی بخواد عکس بنداز اصلا سجیله یا میگم ببینید چی میاد میگم این شناسا آجا با شوخی میکنن. شیر رو بابا ببرد شیر چند تا شعر بگو بگیر. آره الان میگم. آجا یه چند شاکرم. خوبی عبدی جون؟ میشه الان دید فیلم برداری کردی؟ فیدبک چکار کنیم؟ فیلم برداری کردی میشه الان دید؟ آره میشه دید. فیلم برداری کنیم قیافه برداری زشت کردم خوش کردم من بالاخره نفهمیم زشت کردم به دل قشنگه نه خوش تیپی بیا وسط شونه بیا. من خوشگرم زشت کردم خوش تیپی. ای دل خوشگرم زشت کردم حسن کوتاه‌تره. الان خودش خیلی. من بیام بلند بود بیان کفش پاش بلند خیاره نمیشه روش حساب کرد نمیشه روش حساب کرد در هرچه گشتم بارلاها هیچ رهی هموار نیست همه در خواب عمیق و هیچ کس بیدار نیست آسمان و چرخ گردون از غبار آلوده است همه مشغول ریا بهر خدا هیچ کار نیست هر کسی ساز خودش را میزند با میل خویش پس چرا هیچ ساز چنگی با دلم همساز نیست اغنیا با زر و زیور ساز مستی میزنم در عوض هیچ کس به فکر مردم بیمار نیست زاهدان در فکر زهد و گوشگیری جهان همه مشغول رم اما نشان از یار نیست گویا دنیای انسانها شده دنیای وحش از جوانمردی و از انسانیت آثار نیست لقمه ها گردیده ناپاک و نفس ها بی اثر همه مست قدرتند دیگر کسی هوشیار نیست همه با صوت جلی قرآن تلاوت میکنند صوتها زیبا شده اما عمل در کار نیست رفعتا با خلوت خود لحظه ای آرام باش لحظه خوشتر تو را جز بودن و با یار نیست. مرسی. واقعا خلاصه کردین وضعیت شرایط دست 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 بیا برو قلم بلند کن قلم بلند شو مگه میشه بلند شو بذار بلند